علی جان علی. میگم روز مادر نزدیکه، نمیخوای یه جمله برای مادر بگی؟ میگم ولی توی داستان کوتاه خلاصه میکنم. یه روزی یه پسره همه چی داشته، میگه پیش مامانش، میگه مامان نگاه کن، تو هر روز نماز میخونی، بعد نماز هر روز 1 ساعت دعا میکنی، خدا به تو هیچی نده ولی به من همه چی داده که نه نماز میخونم نه دعا میکنم. خونه داده، ماشین داده، پول کافی داده. مامانش میگه خدا رو شکر پسرم. پسره میره یه روزی خیلی زود از سر کار برمیگرده، میبینه مامانش نمازشو تموم کرده، سجده کرده، داره دعا میکنه. میگه بذار برم ببینم مامانم چه دعایی میکنه. میبینه مامانش زیر لب داره میگه خدا جون به من هیچی ندادی نده ولی به پسرم همه چی بده، آرامش بده، خونه بده، پول بده. تازه پسره میفهمه اون دعایی که 1 ساعت طول میکشیده مامانش چی زمزمه میکرده. سلامتی هرچی مادره، هر کی داره کنارش شاد شاد، هر کی نداره روش شاد شاد. روزت مبارک مادر، هر مادری که چه روی خاکه چه زیر خاکه. بسم الله.